من شهروند جمهوری تاجیکستان هستم و اندیشه خود را نسبت به آن معلوماتی که گزارش هایی که در شبکه‌های اجتماعی امروز ها گپ و صداهایی که وابسته به یک شخصیتی که چندین سال قبل همچون گناهکار از جانب مقامات سودی یعنی سود نسبت ابراهیم بزرگمهر یارов یک چند اندیشه خود را ابراز کردنی هستم که در حقیقت البته ما بسیار از همین شبکه‌های اجتماعی معلومات داریم آگاهی پیدا کردیم که بزرگمهر یارов در اصل در وقتش همچون یک شخصی ادوکات وظیفه ادوکاتی را اجرا میکرد و با یک چند دست زدن به جنایتکاری به قلابی دست زدن او من در محبس قرار دارد و اخبارهایی که ما آگاهی پیدا نمودیم به او جایزه از جانب تشکیلات‌های با نفوذ اروپا داده شده است. امروز کس به حیرت میماند که نفری که در جمهوری تاجیکستان جنایت صادر کرده است گناهکار دانسته شده است و امروز با دخالتی که این کدام تشکیلات‌های که به ما دوست در درونی ناخنک امروز او صاحب یک جایزه‌های بین‌الخلقی گرفته است. البته این رفتار و کردارهایی که امروز ما دیده می‌استیم مناسبت‌هایی که نسبت دولت تاجیکستان شده ایستاده است قوی سعیم گوییم خطا نمی‌کنیم خلق آزادیخواه و صلح‌دوستی تاجیکان را به تهلکه انداخته می‌ایستد و مراجعت کرده من گفتنی هستم که البته خلق تاجیک ملت تاجیک سیاست پیشگرفته پرزیدنت خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت را همیشه دستگیری میکنند. امروز خلق خوب درک کرده است که دولت و ملت امروز در تاجیکستان ما صلح و وحدت پایدار است و ما باید به همین قدر ارزش‌های ملی برسیم به هر گونه مکافات و تحفه‌هایی که از جانب خواجگان خارجی و ما به نفرانی که نسبت دولت غرض داشتن به اینها فریفته نشویم و همون تشکیلات‌های با نفوذی که همین لایق دانستند مراجعت می‌کردیم که یک دیده برویند شخصانی ارزنده هستند عالمان هستند متخصصان هستند که برای همین دولت خیش جان خودشون فدا کردند کرده ایستادند مهنت کرده ایستادند. بسیار مردم رو می‌دانیم که همچون ادوکات فعالیت برده بسیاری آنها رو فریب داده است مبلغ‌های زیادی آنها رو گرفته کاروبار آنها رو به ثبات نرسانیده است.